با مجموعه خبری این ساعت از تلویزیون جهانی یک با من بسم الله زکی خوش آمدید. در پی انفجار مواد منفجر ناشده قدیمی در مکتب خصوصی شمع هدایت در شهرک مهدیه مربوط به حوزه 18 امنیتی کابل 52 تن از جمله شماری از شاگردان این مکتب زخمی شدند. این ماده منفجر ناشده به این مکتب منتقل شده بود و به گفته منابع فرد به نام محمد علی فرزند باقر هنگام وقوع انفجار آن را در دست داشته است. یک منبع امنیتی نیز زخمی شدن 52 تن را تایید کرده و گفته است که احتمال افزایش شمار زخمیان وجود دارد. این رویداد در منطقه دشت برچی رخ داده و بررسی ها درباره چگونگی وقوع انفجار و منشأ این ماده همچنان ادامه دارد. سردار احمد شکیب سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید ثبات کنونی افغانستان نه تنها به سود مردم این کشور است بلکه برای منطقه و جهان اهمیت دارد و میتواند زمینه ساز گسترش اتصال منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی شود. او پافشاری کرده است که افغانستان سیاست تقابل را دنبال نمی‌کند و اجازه نمی‌دهد از خاک این کشور بر ضد امنیت، ثبات هیچ کشور دیگر استفاده شود. از سوی دیگر مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان گفته است که افغانستان و پاکستان به عنوان دو همسایه قدرتمند و صلحجو آینده مشترک خود را بسازند و مشکل‌های موجود میان دو کشور را از طریق گفتگو و تفاهم حل کند. بیشتر در گزارش. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید موضوع به رسمیت شناسی امارت اسلامی نباید مانع در مسیر گسترش روابط میان تهران و کابل باشد. آقای بقایی گفته است ایران و افغانستان باید در تعاملات خود نگرانی‌های یکدیگر را در نظر بگیرند و از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های اقتصادی و تجاری برای توسعه همکاری‌ها استفاده کند. او افزود که ایران بدون توجه به موضوع به رسمیت شناسی روابط خود با افغانستان را در حوزه‌های مختلف ادامه داده و برای تقویت این روابط تلاش خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران موضوع به رسمیت شناسی را یک مسئله حقوقی و سیاسی خواند و گفت پس از رسیدن به جمع‌بندی نهایی درباره آن تصمیم گیری خواهد شد. بقایی تاکید کرد که این موضوع نباید بر تداوم و توسعه همکاری‌های همه‌جانبه میان تهران و کابل تأثیر منفی بگذارد. در پنجمین سال حاکمیت امارت اسلامی بر افغانستان، تهران میگوید هنوز از تصمیم نهایی درباره به رسمیت شناختن رسمی امارت اسلامی سخن نمیگوید، اما همزمان روابط دو طرف در بخش‌های گوناگون رو به گسترش است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که موضوع شناسایی حکومت افغانستان یک مسئله حقوقی و سیاسی است و جمهوری اسلامی پس از رسیدن به جنبندی نهایی درباره آن تصمیم خواهد گرفت، اما به گفته وی نبود شناسایی رسمی به معنی توقف روابط تهران و کابل نیست. ایران همچنان توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری، سیاسی و قنسولی با افغانستان را دنبال می‌کند. ما فارغ از بحث شناسایی مناسباتمون رو با افغانستان در حوزه‌های مختلف ادامه دادیم، ادامه خواهیم داد. موضوع شناسایی یک بحث حقوقی سیاسی است. هر زمان که به جمع‌بندی برسیم در این خصوص تصمیم لازم رو اتخاذ خواهیم کرد، ولی عرض کردم این موضوع نباید باعث بشه که ما در حوزه‌های مختلف روابطمون رو ادامه ندیم یا روابط رو تقویت نکنیم. این موضوع در حال مطرح می شود که روابط ایران و افغانستان در سالهای گذشته به گونه محسوسی نزدیکتر شده است. مقام‌های دو طرف درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و سیاسی، تعاملات مرزی و مسائل امنیتی گفتگو کرده‌اند و ایران از جمله کشورهای بوده که تعامل دیپلماتیک خود را با کابل حفظ کرده است. از سوی دیگر مقام‌های امارت اسلامی نیز در ماه‌های گذشته بر تحکیم و گسترش روابط با ایران تاکید کرده‌اند. دیدارهای مقام‌های بلندپایه دو طرف و افزایش تعاملات اقتصادی نشان می‌دهد که روابط علمی میان تهران و کابل مستقل از موضوع شناسایی رسمی در حال توسعه است. که گسترش این روابط باعث ایجاد شدن فرصت‌های جدید اقتصادی در منطقه می‌گردد و ضمنش کانال‌های تعاملات دیپلماتیک منطقوی فعال می‌گردد و باعث به رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی توسط ایران و کشورهای منطقه نیز می‌گردد. بناهن ثبات در منطقه به سوی ثبات دائمی می‌رود.
به این ترتیب موضوع کنونی تهران سیاست تعامل بدون شناسایی رسمی است، روی کرده که از یک سو تصمیم درباره به رسمیت شناختن امارت اسلامی را به آینده معقول می کند و از سوی دیگر همکاری های دو جانبه را متوقف نمی سازد. طرف دیگه منافعش ایجاد میکنه، منافع سیاست خارجیشان، اقتصادیشان، ترانزیت و تجارتیشان بنان به یا امنیتی یا تهدید امنیتی، بنان یا به شکل سلیقه‌ای غیر مستقیم هم رابط دیپلماتی خود برقرار میکنه ایران و هم تجارتی و هم مسائل اجتماعی را هم در نظر میگیره. بنان از او خاطر نمیتونه که به رسمیت بشناسه، چون تعهد جهانی است، از او مستثنا شده نمیتونه و از طرف دیگه در همسایگی نمیتونه که مجازا هم شود. اکنون پرسش اصلی این است که آیا گسترش روابط سیاسی و اقتصادی تهران و کابل در نهایت زمینه را برای شناسایی رسمی امارت اسلامی از سوی ایران فراهم خواهد کرد یا دو کشور برای مدت طولانی روابط گسترده خود را بدون چنین شناسایی ادامه خواهد داد؟ ملا محمد عیسی ثانی وزیر فواید عامه در جریان سفرش با ولایت سرپل وضعیت پروژه های زیربنایی و سرکسازی این ولایت را بررسی کرد. او در این دیدار با ملا احمد شاه دین دوست والی سرپل درباره وضعیت شبکه‌های مواصلاتی، روند اجرای پروژه های بزرگ سرکسازی در این ولایت گفتگو کرد. والی سرپل با ارائه معلومات درباره نیازمندی‌های مردم در بخش راه‌های مواصلاتی بر اهمیت تکمیل پروژه‌های سرکسازی در بهبود ارتباط میان ولسوالی‌ها و ولایت‌های همجوار تاکید کرد. وزیر فواید عامه نیز بر توسعه شبکه‌های مواصلاتی و تسریع روند اجرای پروژه‌های زیربنایی تاکید نمود. ملا محمد عیسی ثانی در ادامه سفر خود از روند کار پروژه‌های سرک حلقوی سرپل فاریاب و سرپل بلخاب بازدید کرد و میزان پیشرفت این پروژه ها را از نزدیک مورد بررسی قرار داد. کمیته گزینش برد کرکت افغانستان فهرست 15 نفر تیم الف افغانستان برای حضور در بازی‌های آسیایی 2026 را اعلام کرد. درویش رسولی به عنوان کاپیتان این تیم انتخاب شده و اسحاق رحیمی نیز مسئولیت ویکت کیپر را به عهده خواهد داشت. حسن عیساخیل، محمد اکرام، عمران میر، خالد تینوال، نجیب الله زدران، فیصل شنوزاده، فیصل، فرمان الله صافی، کریم جنت، اسمت عالم، نینگالای خروٹای، عرب گل محمد، فریدون داودزی و عبدالله احمدزی دیگر از اعضای تیم افغانستان هستند. 20مین دور بازی های آسیایی 2026 در شهرهای آیچی و ناگویا ژاپن برگزار خواهد شد. بر اساس برنامه اعلام شده تیم کرکت افغانستان در این رقابت ها برای تیم نیپال و ژاپن به میدان خواهد رفت. این بود خبرهای این ساعت. از یک وقت بر همه خوش. الا نگهدار.